سلام به شما بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستید صحیح و سالم باشید انشالله. دوستان عزیز، این بار این برنامه یه مقدار متفاوته. یعنی رفتیم تو کاکتوس ها. بعضیا میگن این کاکتوس ها تیغ داره و ممکنه اذیت کننده باشه، دوستشون نداریم. نه دوستان، اینجوری نیست. این کاکتوس ها یک دنیایی دارن. مثلا شما اگر تعداد زیادی کاکتوس توی خونه داشته باشید، این نویز این موبایل رو میگیره، نویز این کامپیوتر رو میگیره، یعنی برای شما سلامتی به ارمغان میاره. بله، تهیه بفرمایید این کاکتوس ها رو باشون دوست بشید، برای اینکه کاکتوس گیاهی است کم مراقبت. درست گفتم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه مراقبت نمیخواد آقا، یه ذره آب میخواد، خود نور، همین. کودم نمیخواد، غذام نمیخواد. خب چه بهتر که ما بپردازیم به کاکتوس. اگر تا امروز آشنا نشده اید آشنا بشوید. دوستان خوبی هستن، باور بفرمایید، خیلی دوستان خوبی هستن. مثلا همین گیاهی که دست منه، بهش میگن ژیمینوس سروس یا سروس ژیمینوس. سروس یعنی چی؟ به لاتین یعنی پایه. هر گیاهی که پایه باشه بهش میگن سروس. حالا ممکنه این سروس اشکال مختلف داشته باشه. این هم سروسه، الان نشون میدن دوستان. این هم سروسه، من دستم به تیغش میزنم، با من کار نداره دوستان. ببینید، چون من باغبونم با من کار نداره، چون من مهربونم با من کار نداره. آقا علیپور با شما کار داره. اگر شما دست بزنید تیغش تو دستتون میره، ولی دست کسی که باش مهربونه انشالله. اگر کسی با گیاهان به خصوص کاکتوس ها مهربان باشد، گیاه ها به اونا آزار نمیرسونن، باور بفرمایید. خب حالا ممکن بعضی سوال کنن که این گلشه. نه آقا، نه خانم، این گلش نیست، این مهمانشه، این میزبانه، این مهمانه. یه بچه هم داره اینجا، خدا یه بچه، 2 تا بچه بهش داده اینجا، 2 تا بچه هم داره. بچه زیادی میکنن، بچه زیاد میدن. حالا ممکن ژیمینوس رنگ‌های مختلف داشته باشه. یه رنگ دیگه اینجا داریم بهتون نشون بدم. من این مقدار دستم من آرتروز رو ببخشید. اینم ببین چقدر بچه داره، بچه‌های زیادی داره. بچه‌اش یه خاطر رنگشون تیره است. بعد چند دیگه بزرگ بشن خوب میشن، رنگشون قرمز و خوشگل میشه. اینم ببینید، نگاه کنید، ببینید خود این رنگایی که می‌بینید اینا خودشون پایه‌ن، سروسن. اینا سروسن، این بالای ژیمینوسه. حالا چطوری میشه اینو پیوند میزنی؟ عرض میکنم. این سنگین زیری میذارم، اینو بلند میکنم که سبک‌تره. ببینید شما یک پایه میارید به نام سروس. خود این پایه ببین اینجاش نگاه کنید، تیغ خورده، چاقو خورده. اینو کات میکنید، به قول تلویزیونا کات، به قول ما میبرید. اینو قشنگ با یک جسم تیز میبرید پایه رو. ببین نوک این تیزه. الان بهتون نشون بدم نوک این تیزه، این سروسه. خب اگر ما بیایم سروس رو کات کنیم، یعنی قسمت بالای سروس رو ببریم و ضد عفونیش بکنیم. حالا با چی ضد عفونی بکنیم؟ میتونیم با خاک زغال، با لاک ناخن، با شمع سرد شده، با گل رس ضد عفونی بکنیم. اینا همه ضد قارچن. اگر روی این قسمتی که ما بریدیم اون موادی که عرض کردم یکیشو روی این اعمال بکنیم، بمالیم، و بعد اون میزبان، اون مهمان، یعنی پایه‌ای که گفتیم رنگیه، اونم ببریم مثل همین روش قرار بدیم، صفر با دست محکم نگرش داریم و با یک کش پول ببندیم یا با خلال دندون اتصالش بدیم. بعد مدت کوتاهی اینا به هم میچسبن و بعد به زندگیش ادامه میدن، بچه دار میشن، مثل این آقایی که، این خانم یا آقایی که بچه دار شده، چند تا بچه داره. میبینید خودتون چقدر زیباست. حالا خب تا اینجا گفتیم. و اما نیازهاشون چیه کاکتوس ها؟ کاکتوس ها نیازهاشون نصف نیاز گیاهان دیگره. چجوری؟ آب کم میخوان، مراقبت ویژه نمیخواد، غذا نمیخواد، به شکلی که عرض میکنم. شما کاکتوس رو اجازه بدین وقتی که میخواد بخوابه تشنه بخوابه. یعنی چی؟ یعنی آبش ندین، یادتون بره بهش آب میدید، اشکالی نداره. یعنی کاکتوس هر چقدر آب کم بهش بدید دعاتون میکنه، خوش به حالش میشه. هر چقدر نور بیشتری بهش بتابه خوشحال میشه، چون نور زیاد میخواد اینجا دیگه. بالاخره اونجا کم میخواد، اینجا زیاد میخواد. نور زیاد میخواد. نور خورشید اگر فیلتر بشود بهش برسه اشکال نداره. اگه خواستی بهش غذا بدیم معمولاً تا 3 سال
به کاکتوس غذا نمیدهیم هرگز، ولی بعد از 3 سال اگر خواستیم به کاکتوس ها غذا بدیم، هر کودی که میخوایم به گیاه بدیم باید ازاتش یعنی ان، اون حرف ان زیر 10 باشه. روی پاکت های نگاه کن، روی پاکت هایی که وجود داره توش کود هست، اون ان زیر 10 باشه. زمان میگن دیگه نده مثل همیشه، همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. یا علی.